تصور کن توی یه دنیای پر از جنگ و خدایان سنگی یه پادشاه بلند میشه و میگه من اومدم آزادتون کنم، نه اینکه بخوام دوباره اسیرتون کنم. حالا تصور کنید همون پادشاه یعنی کوروش کبیر از دل تاریخ به ما نگاه میکنه و یه سوال ساده میپرسه: فکر میکنید من کی بودم؟ امروز قراره یه معمای چند هزار ساله رو باز کنیم. آیا کوروش همون قهرمان افسانه‌ای ایران باستان زرتشتی بود؟ این فقط یه سوال تاریخی نیست، بلکه این یه کاوشه توی هویت، باور و معنای قرن‌هاست ما رو به خودش مشغول کرده. توی این ویدیو از دل اسناد باستانی تا فلسفه و روانشناسی همه چیز رو زیر ذره‌بین میذاریم. پس آماده باشین چون قراره با هم به قلب تاریخ سفر کنیم. خب سوال اول اینه که کوروش کی بود و چرا اینقدر این سوال جنجالیه؟ کوروش دوم معروف به کوروش بزرگ توی قرن ششم پیش از میلاد، یعنی حدود 599 تا 530 پیش از میلاد، امپراتوری هخامنشی رو بنیان گذاشت. اون با شکست مادها، فتح بابل و گسترش قلمروش از هند تا مدیترانه یکی از بزرگترین امپراتوری‌های تاریخ رو ساخت. اما چیزی که کوروش رو از پادشاه‌های دیگه جدا میکنه فقط قدرت نظامیش نیست. منشور کوروش که یک استوانه گلی از بابل باستانه نشون میده که اون بردگان رو آزاد کرد، معبدا رو بازسازی کرد و مردم اجازه داد تا خدای خودشون رو بپرستن، جوری که خیلی‌ها این رو اولین اعلامیه حقوق بشر میدونن. حالا چرا میپرسیم زرتشتی بوده یا نه؟ چون زرتشتیگری به عنوان یکی از قدیمی‌ترین ادیان یکتاپرست توی فرهنگ ایران ریشه عمیقی داره. ما کوروش یک قهرمان ملی میبینیم و دوست داریم بدونیم آیا به این دین پاک و اخلاقی پایبند بوده یا نه. این سوال فقط درباره دین نیست، درباره اینه که ما کی بودیم و از کجا اومدیم. قبل از اینکه بریم سراغ کوروش، بیاین زرتشتیگری رو بشناسیم. زرتشت پیامبری بود که احتمالاً بین 1200 تا 600 پیش از میلاد توی شرق ایران زندگی میکرد. تاریخ دقیقش مشخص نیست، ولی دینش بر پایه یه خدای یگانه به نام اهورامزدا و 3 اصل معروف پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک شکل گرفت. زرتشتی‌ها به پاکی طبیعت اهمیت میدن و 4 عنصر آب، باد، خاک و آتش رو مقدس میدونن. برای همین مرده هاشون رو توی دخمه ها میذاشتن تا خاک آلوده نشه. اما توی زمان کوروش زرتشتیگری هنوز یه دین رسمی و سازمان یافته نبود. تاریخ نگارها میگن که این آیین توی دوره هخامنشی کم کم بین پارس‌ها و مادها پخش میشد، ولی به شکل کاملش که توی دوره ساسانیان میبینیم نرسیده بود. بعضی مثل مری بویس معتقدن زرتشتیگری از قبل کوروش وجود داشت، ولی خیلی‌ها میگن هنوز توی اون زمان یه آیین محلی بود و به مرکز قدرت نرسیده بود. در واقع این ابهام بحث رو پیچیده‌تر میکنه. حالا بیایم به شواهدی که میگن کوروش یک زرتشتی بوده بپردازیم. بزرگترین دلیل رفتار کوروشه. توی منشور کوروش اون میگه معبدهای بابل رو بازسازی کرده و به همه ادیان احترام گذاشته. این تسامح دینی خیلی با اصول زرتشتیگری همخوانی داره. توی گات‌ها، سرودهای زرتشت از آزادی انتخاب و احترام به حقیقت حرف زده شده. کوروش انگار این ایده ها رو توی عملش نشون میداد. یه دلیل دیگه آرامگاهشه. توی پاسارگاد مقبره کوروش بالای زمینه و با خاک تماس مستقیمی نداره. این مورد با رسم زرتشتیه که نمیخواستن خاک رو آلوده کنن جور در میاد. مری بویس زرتشت شناس معروف میگه کوروش احتمالاً پیرو اهورامزدا بود و به آتشکده‌های پاسارگاد اشاره میکنه. اون معتقد بود مغان که توی نوشته‌های یونانی مثل کسونوفون به عنوان مشاوره کوروش ازشون اسم برده شده زرتشتی بودن و توی دربارش نقش داشتن. بعداً توی کتیبه‌های داریوش که از خاندان کوروش بود اهورامزدا به عنوان خدای بزرگ بارها ذکر شده. مثلا توی کتیبه بیستون داریوش میگه به خواست اهورامزدا پادشاه شدن. بعضیا میگن این نشون میده که زرتشتیگری از زمان کوروش توی خانواده‌شون ریشه داشت و کوروش هم بهش باور داشت، حتی اگه مستقیم نگفته باشه. حالا که شواهد موافق رو گفتین، بیاین به شواهد مخالف هم بپردازیم. یه سری شواهد میگن کوروش زرتشتی نبود. توی منشور کوروش که مهمترین سند از خودشه، هیچ اسمی از اهورامزدا یا زرتشت نیست. اون فقط از مردوک خدای بابلیا حرف میزنه. چرا؟ بعضی میگن این حرکت سیاسی برای جلب حمایت مردم بابل بود. ولی اگه کوروش زرتشتی بود، انتظار داشتیم حداقل یه اشاره به اهورامزدا بکنه. یه مشکل دیگه تاریخ زرتشته. خیلی از تاریخ نگارها مثل لوئیس گری میگن زرتشت بعد از کوروش زندگی کرده. مثلا شاید حدود 600 پیش از میلاد. اگه این درست باشه، زرتشتیگری توی زمان کوروش هنوز شکل نگرفته بود. کوروش احتمالاً پیرو یه آیین قدیمی‌تر پارسی بود که به خدایانی مثل میترا، آناهیتا و اهورامزدا احترام می‌ذاشت. آرامگاه کوروش هم که یه بحث دیگه است. زرتشتی‌ها مرده‌هاشون رو توی دخمه‌ها می‌ذاشتن تا به خاک آلوده نشه. ولی کوروش یه مقبره سنگی ساخت که این با رسم جور در نمیاد.
البته بعضیا میگن توی اون زمان زرتشتیگری هنوز این قوانین سفت و سخت رو نداشت. یه نظریه دیگه میگه که کوروش چند خداپرست بود. هرودوت و گزنوفون تاریخ‌نگارای یونانی میگن پارسی‌ها به خدایان مختلفی احترام میذاشتن. خدایانی مثل آلیلات که از عرب‌ها گرفته بودن یا میترا که خدای پیمان و دوستی بود. توی منشور هم کوروش اسم مردوک رو میاره. انگار کوروش به خدایان محلی احترام میذاشته. اما رفتارش با چند خداپرستی اون زمان فرق داره. پادشاهان چند خداپرست مثل بابلی‌ها معمولا خودشون رو خدا اعلام میکردن یا معبدهای بزرگی برای خودشون میساختن. ولی کوروش هیچ وقت این کارو نکرد. شاید اون یه باور داشت که فراتر از هر دین مشخصی بود. حالا بیان یه قدم عقب‌تر بریم و از زاویه فلسفی نگاه کنیم. چرا اصلا این سوال مطرح میشه؟ از نظر فلسفی این سوال به هویت و معنا ربط داره. زرتشتیگری برای ما نماد یه سنت پاک، یکتاپرست و اخلاقیه. اگه کوروش زرتشتی باشه، انگار یه خط مستقیم از اون زمان تا امروز میکشیم و خودمون رو به ریشه عمیقی وصل میکنیم. این در واقع یه جور جستجوی وجودیه. ما کی هستیم و از کجا اومدیم؟ کوروش یه آدم عملگرا بود که امپراتوریش رو با احترام به همه باورها ساخت. این خودش فلسفه است. زندگی توی تنوع و پیدا کردن تعادل بین تفاوت‌ها. شاید کوروش به جای اینکه تابع یه دین خاص باشه، دنبال یه حقیقت جهانی بود که توی همه فرهنگ‌ها میدرخشه. این ایده با حرفای فیلسوفای مثل رواقیات جور در میاد که میگفتن باید با نظم کیهانی زندگی کنیم، نه با تعصب به یه باور خاص. از نظر روانشناختی این بحث به نیاز ما به تعلق و غرور برمیگرده. کوروش برای ما یه قهرمان ملیه، یه الگوی خودمتعالی که روانشناسا ازش حرف میزنن. از نظر روانشناختی کوروش به ما این رو نشون میده که انسان میتونه فراتر از زمان خودش باشه و یه میراث جاودانه بذاره. اما نظر تاریخ نگارا چیه؟ ریچارد فرای میگه زرتشتیگری توی زمان کوروش هنوز رسمی نبوده و کوروش احتمالاً چند خدایی بود. مری بویس معتقد بود که کوروش به اهورامزدا اعتقاد داشت، حتی اگه اسمش رو نگفته باشه. محققای ایرانی مثل عبدالمجید ارفعی میگن روحیه کوروش با زرتشتیگری همراستاست، ولی نمیشه با قاطعیت گفت که اون زرتشتی بوده. هر کدوم از این نظریه‌ها یه تکه از پازل رو تکمیل میکنن ولی جواب کامل رو بهمون نمیدن. پس آیا کوروش زرتشتی بود؟ حقیقتش اینه که جواب قطعی رو نداریم. اسناد تاریخی میگن زرتشتیگری توی زمانش هنوز یه دین کامل نبود، ولی رفتارش با بعضی اصول زرتشتی مثل عدالت و احترام جور در میاد. شایدم کوروش نه زرتشتی بود نه چند خداپرست، بلکه یه انسان خردمند بود که به یه نظم بزرگتری توی دنیا اعتقاد داشت. چیزی که مهمه اینه که کوروش با هر باوری راهی رو رفت که هنوزم ما رو به فکر میندازه. ممنونیم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودین و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، نظراتتون رو با همون به اشتراک بذارین و ما رو سابسکرایب کنین.